پسر بچه‌ای که نمره انضباطش 20 دیگه پسر بچه نیست، دختر خانوم نازه. جان من شما قراره برید توی این خیابون، توی این گردونی، اصلا جامعه رو ولش کن، من با جامعه کاری ندارم. شما 2-3 سال دیگه میخوای بری دبیرستان یا خیر؟ فوش بلدی؟ فوش خوبه این آب داره که استخون آدم میترکه. آقا فوش کار بدیه. حرف بزن بابا، کار بدیه. من دارم بهت میگم، ببینم چند تا فوش بده ببینم. آقا نکن، فوش بده. دستو پس بیار بالا. فوش نمیدی دستو بیار بالا. خر، اولا، گاو، بیشور. آقا خودتون گفتید فوش بدیم. من نمیگم چرا فوش دادی، من میگم این چه فوشیه داری میدی؟ فوشی که بلد نیستی بدی؟ پسری که این دست گل میمونه یا گی میشه یا اوا خواهر میشه یا تو پارک دانشجو دنبال یکی داره میگرده که یه کاری باهاش بکنه. پسر باید خوی وحشیگری داشته باشه، باید کتک بخوره، باید کتک زدن بلد باشه. برای مرد بددهنی نقص اخلاقی نیست. میخواد تو کوچه خیابون تو بازار این باید بلد باشه. بلد باشه چطوری مثلا رفیقش جام دادیشو تو مدرسه برداشت گذاشت تو کیفش، این یواشکی بره کیفو باز کنه جام دادیشو خودشو برداره. باید ببین بلد باشه پس زندگی نباید بیاد که مامان من چیکار کنم، بابا من چیکار کنم. اینا قانون جنگله، وگرنه این تو بیزینس نمیتونه بزرگ شه.